بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای گلم، امید که جور صحتمند باشین. رتبه بندی توپ طلای 2025 یامال و رافینیا در تعقیب صلاح می باشد. مسئولیت رودری به عنوان آخرین برنده توپ طلا او را از کرسی توپ طلای 2025 خارج کرده است. این یعنی رقابت چندین ستاره دیگر برای بردن اولین توپ طلای خودشان است. در شماره اول محمد صلاح قرار دارد. در باشگاه لیورپول بازی میکند. 27 گل و 17 پاس گل در کارنامه خود دارد. در شماره دوم رافینیا قرار دارد. در باشگاه بارسلونا بازی میکند. 26 گل و 13 پاس گل در کارنامه خود دارد. در رتبه سوم لامین یامال می باشد. در باشگاه بارسلونا بازی میکند. 10 گل و 17 پاس گل در کارنامه خود دارد. در رتبه چهارم روبرت لواندوفسکی می باشد. در باشگاه بارسلونا بازی میکند. 31 گل و 5 پاس گل در کارنامه خود دارد. در شماره پنجم کلیان امباپی می باشد. در باشگاه ریال مادرید بازی می کند. 22 گل و 4 پاس گل در کارنامه خود دارد. در شماره ششم وینیسیوس جونیور می باشد. در باشگاه ریال مادرید بازی می کند. 17 گل و 11 پاس گل در کارنامه خود دارد. سپاسگزارم دوستای گلم. خدا نگهدار.